طرحواره درمانی رو خیلی از درمانگران جزو رفتار درمانی میدونن. آقای جفری یانگ، بنیانگذار طرحواره درمانی که خودش یک شناخت درمانگر بود، در پروسه درمان بعضی از بیماران متوجه میشه که بیمار در برابر درمان مقاومت میکنه. این سوال در ذهنش شکل میگیره که چرا بیماری که با پای خودش وارد مطب میشه در برابر درمان مقاومت میکنه. بعد از تحقیقات زیاد متوجه میشن که بیمار در برابر درمان انتخابی نداره و در واقع درمانگر با یک هسته سخت متافیزیکی روبرو شدن که ما اسم اون هسته رو میذاریم طرحواره‌ها. در واقع ساختار ذهنی بیمار یا همون طرحواره‌ها در برابر درمان مقاومت میکنن و برای اثبات خودشون دائما در حال مقاومت کردن. حالا این طرحواره‌ها کجا و کی شکل میگیرن؟ وقتی که نیازهای بنیادین کودک در دوران کودکی برآورده نمیشه، این طرحواره‌ها در ذهن کودک شکل میگیرن. به طور مثال من برای رسیدن به اهدافم باید مقداری سختی تحمل کنم، مقداری از لذتام بگذرم و فشارهای زیاد رو گاهم برای رسیدن به اهدافم باید تحمل کنم و اینو قبول دارم. این یک طرحواره سالمه. زمانی که من در یک خانواده سالم بزرگ میشم، اینو ببخشید فهمیدم که بنا به محدودیت هایی که والدین برای من در نظر گرفتن و مقداری آزادی که به من دادن توی زندگی، من در برابر هر رفتاری که از خودم نشون بدم پیامدهایی رو باید ببینم و در انتظار نتیجه متفاوت از اون رفتارها نباشم. این یک ذهنیت سالم در برابر مسائل زندگی و رفتارهای من. حالا یک طرحواره ناسالم به چه شکل عمل میکنه؟ زمانی که من در یک خانواده ناسالم بزرگ میشم، برای رسیدن به اهدافم حاضر نیستم هیچ سختی تحمل کنم، حاضر نیستم کاری انجام بدم، عملگرا نیستم. زمانی که به هدفم نمیرسم قشقرق را میندازم، سرصدا را میندازم، دعوا میکنم و گاهن از دیگران باج میگیرم و در دوران بزرگسالی حتی دیگران رو مورد سوء استفاده خودم قرار میدم به خاطر اینکه به اهدافم نرسیدم. در واقع یک کودک لوس و نونوربار اومدم و خیلی از واقعیت‌های زندگی رو نمیخوام قبول بکنم. این یک طرحواره ناسالمه و نتیجه رشد در یک بستر ناسالم. وقتی که صحبت از پیگیری اهداف میشه، طرف اصلا تمایلی به انجام هیچ کاری نداره. انگار مثلا کسانی که به اهداف خودشون رسیدن، مثلا با رقص و ساز و آواز رسیدن، هیچ سختی رو تحمل نکردن، همینجوری مفت به هر چیزی رسیدن و در واقع همیشه حسرت داشته های دیگران و حسرت موفقیت های دیگران رو میخورد. حالت متعادل یک تربیت سالم اینه که فرزند در یک بستر سالم که والدین هم با محبت بودن، هم در دسترس بودن و هم پاسخگو، کودک یاد میگیره که چطور روابط خودش رو با اجتماع متعادل کنه، چطور هدفاشو دنبال کنه و چطور بتونه با واقعیت‌ها و تلخی و شیرینی زندگی برخورد سالم داشته باشه. در خانواده‌ای که پدر و مادر افسردن، پرخاشگرند و ناسالمند، یعنی در واقع مادر یک مادر پرخاشگر و سر صدا کن و پدر یک پدر بی محبت، طبیعتاً فرزند دچار طرحواره رهاشدگی میشه که نتیجه این طرحواره رهاشدگی اینه که فرزند در آینده به خاطر اینکه طرحواره رهاشدگی داره، وارد هر رابطه‌ای که میشه فکر میکنه که این رهاشدگی باید در این رابطه اتفاق بیفته و چون
ذهنیت رهاشدگی داره دقیقاً کاری رو انجام میده که اون رابطه به هم بخوره و طرف مقابل اونو رها کنه. این فقط یک مثال بود. ما 5 نیاز داریم که در هر کدوم از نیازهای ما یک حوزه طروار خاص شکل میگیره که هر کدوم از این نیازها چند تا طرواره رو در ذهن ما فعال میکنه. حالا زمانی که این طرواره ها در ما شکل گرفت چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً ذهن ما در آینده یا در دوران بزرگسالی اون طرواره ها رو سعی میکنه بازآفرینی کنه و طوری رفتار کنه که اون طرواره ها دوباره در زندگیش اتفاق بیفتن. چرا؟ چون باورش و تفکرش بر اینه که این طرواره ها باید در زندگیش اتفاق بیفته و نتیجه کار این میشه که هر اتفاق بدی که تو زندگیش میفته یا تمام تأثیرات منفی که طرواره ها در زندگی آیندهش داشتن رو میذاره روی حساب تقدیر و میگه زندگی من همینه، تقدیر من همین بوده و برای من اینجوری رقم خورده. به همین خاطر درمان طرواره ها میتونه تقدیر و سرنوشت یک فرد رو عوض کنه. به همین دلیل فرزند باید این پیام مهم رو از والدین خودش بگیره که ما تو رو دوست داریم، حتی اگر بدی، حتی اگر به حرف ما گوش نمیدی، حتی اگر رفتارهای آزاردهنده داری، در هر شرایطی ما تو رو دوست داریم. یعنی توجه و محبت بدون قید و شرط. زمانی که والدین به فرزند خودشون مثلا میگن چون که دعوا کردی، چون که نمره 20 نگرفتی، چون که به حرف ما گوش ندادی، ما تو رو دوست نداریم، فرزند کم کم به مرور زمان این طرواره در ذهن شکل میگیره که برای جلب محبت و توجه والدین خودش باید مطیع باشه یا باید این شرایط رو ایجاد کنه. وقتی که ذهنش شرطی میشه برای جلب محبت توی زندگی آیندهش، طبیعتاً همینجوری رفتار میکنه. یعنی این که ذهنش طوری رفتار میکنه که اگه مثلا تو برای فلان کس این کار رو انجام بدی دوست داشتنی هستی، تو اگر پولدار بشی دوست داشتنی هستی، تو اگه مدرک فلان بگیری دوست داشتنی هستی. بعد دائما درگیر به دست آوردن چیزهایی از بیرون برای جلب محبت دیگران. دقیقاً زندگی امروز ما نتیجه تربیت سالم یا ناسالم والدین ما در دوران کودکی ماست. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کانال ما را دنبال کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید.